با سلام خدمت دوستای گلم، عزیزایی که با ما همیشه همراه هستن. امروز طبق اون قولی که بهتون دادم لایو داریم با مؤسسه باور. یه ذره صبر میکنیم که بچه ها بیان. درود ماریا جون. پنیان جون. درود بر دوستان. مرسی از حمایتتون، از دوستایی که همیشه همراه هم هستن. مرسی. امروز طبق برنامه‌مون که گفته بودم لایو داریم با مؤسسه باور، مؤسسه توانمندی زنان سرپرست خانوار، و اینکه یک سری عزیزان هستن که هنر دستشون رو در یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه باور انجام میدن و خیلی خوبه که عزیزان با این مؤسسه آشنا بشن. در مورد فعالیت هایی که انجام میدن ما دوست داریم که از زبان خودشون بشنویم. چهارشنبه هم لایو داریم با خانم کفاش زاده در زمینه داستان و قصه سنتی در ایران با عروسک های پارچه‌ای. و روز پنجشنبه هم تا در مورد پنجشنبه گفتم زهرا جون اومدن، در مورد پنجشنبه هم هر پنجشنبه از این پنجشنبه هفته مرداد ما آموزش نقاشی رو داریم با خانم زهرا زمانی، و اینکه 2 طرح گل گذاشته بودن. گلدون که یک طرح رو که بچه‌ها بیشتر تمایل داشتن که اون طرح رو کار کنیم و رنگاشو گفتن بهمون چه وسایلی لازم هست و قرار شده که پنجشنبه با هم دیگه کار رو شروع کنیم. من نمیدونم وضعیت نت توی ایران الان به خصوص تهران چجوریه. امیدوارم که ما بتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم. محشید جونم اومدن. درود بر شما بچه. من اینو بگم که با عزیزی که میخوایم امروز صحبت کنیم به خاطر مشغله کاری خیلی زیادی که دارن بهمون افتخار دادن و این لایو رو با من میخوان بذارن. برای همین ما زیاد شما رو معطل نمی کنیم و از این عزیزمون دعوت میکنیم که بیان و باور از زبان خودشون بشنویم. درود بر شما. سلام ایمانا جون، خوبی؟ سلام، قربون شما. عزیزم. درود بر شما سارا جون. قربونتون. بله عزیزم، خوبی شما؟ ما میگیم خیلی سخته برای من بی سواد. عزیزم چرا بی سواد؟ نفهمیدم چرا. آخه نمیتونم، فامیلیتون خیلی برام سخته. از روی چیزم میخونم یادم نمیمونه. چرتابیانم من، سارا چرتابیانم. چرتابیان. خیلی زیبا. خوبی؟ خیلی خوب. قربون شما. مرسی. من گفتم که شما لطف دارید. خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید و اینکه در این شرایطی که خیلی تراکم کاریتون زیاده و وقتتون کم بهم افتخار دادید. قربونتون. نفرمایید. من سراپا گوشم و اینکه خیلی از بچه‌ها دوست دارن که در مورد مؤسسه باور بشنون. حتما. اول من از شما ممنونم که جز خانم‌هایی هستید که خیلی پرتلاش و خیلی جسورانه و خیلی
محکم به اصطلاح پیگیری کردین این مدت و اصلا همین مدل مهربون پیگیریتون برای من انقدر ارزشمند بود، فارغ از اینکه بحث اشاعه این فرهنگ باشه یا کارهای تبلیغاتی که ما اصلا متاسفانه بهش وارد نیستیم. اتفاقی که افتاد اینه که من خیلی خودم خوشحالم از اینکه با شما هم آشنا شدم و ممنونم از پیگیریتون، برای من کلی آموزنده است این نوبودنتون. خیلی لطف داری شما. مرسی هم که روسری سر کردین، چون من با درگاه باور در اصل وارد شدم و ما یک مجوز به اصطلاح خب خیریه و وزارت کشور داریم، از بهزیستی و وزارت کشور مجوز داریم. اینه که سخته که خب برها بدون حجاب باشیم میترسیم که و خدا نکنه داستانی بشه. حالا یک حجاب همینجوری فیگوری گذاشتم، چون من قبلا دیده بودم لایو رو و با این مؤسسه آشنا شده بودم. عزیزی که این لایو رو گذاشته بودن پوشششون معمولی بود. من روز چهارشنبه یه لایو دارم با خانم کفاش زاده و چون ازشون عکس خواستم و حجابی برام فرستادن، گفتم اگر لازمه منم این کارو بکنم، که گفتن که نه، حتی لایوایی با ایتالیا دارن و مشکل نداره، که خدا را شکر. آره چقدرم خوبه، ولی ما میگیم به قول معروف اون وجه در اصل چی میگن حجابی این بخش رو هم رعایت بکنیم، یه وقت خدای نکرده داستان نشه. و ما وقت دوستان رو بابت حرفای خودمون نگیریم، بریم ببینیم تو باور چه خبره. دقیقا درسته. بفهمید من در خدمتتون هستم و دوستانم همینجوری میان و ما میشنویم. مرسی از شما. اگر محبت بکنیم منو راهنمایی کنیم برای اینکه من زیاد وقت نگیرم و به قول معروف بتونم با شما راحت‌تر هم گپ بزنم و مختصرتر و موجزتر که مخاطبینتون هم خسته نشن. منو اگه راهنمایی بکنین که من خوشحال میشم. جان ما بیشتر البته از هفته پیش من به دوستانم گفتم که ما امروز با مؤسسه باور تو لایو داریم، بعد در مورد توانمندی خانومایی که اونجا کار میکنن و اینکه چه مؤسسه‌ای هست، چه جوریه و عزیزان چجوری میتونن باهاتون در ارتباط باشن و کار و بیوگرافی کلی، یک وظیفه کلی مؤسسه رو حتما اگر امکانش هست. حتما. ببینید باور یک مجموعه است که تقریبا میشه گفتش خب از سال 94 اول یعنی فروردین 94 استارتش خورد، ولی پشتش یک سابقه به اصطلاح طولانی از فعالیت‌های اجتماعی هستش که خود من از سال 81 شروع کردم و منجر به تأسیس 2 مجموعه شده بود تا قبل از باور، و باور سومین مجموعه هستش که در اصل من به عنوان مؤسس و مدیرش مشغول به فعالیت هستم. مجموعه اول رو بحث کودکان بودش، مجموعه دوم رو بحث اعتیاد و کارتون خوابی و مجموعه سوممون هم تو باور، یعنی با عنوان باور رو بحث اشتغال گذاری و توانمندسازی، که خب ما از قشری که درس انتخاب کردیم خانم ها بودن. موضوعمون اصلا جنسیتی نیست، ولی برامون مهم و ارزشمند بودش که خب به هر حال مادران سررشته تربیت فرزندان رو دارند. هدف غایی توانمندی کشورمونه، ولی میدونیم که وقتی اسم از یک کشور میاریم داریم در مورد جوامع کوچک و مختلف از قشرهای مختلف صحبت میکنیم و لازم هستش که تک تک افراد به اصطلاح توی به قول این حوزه توانمند بشن. و ما خب قشری رو که انتخاب کردیم بانوان بودن و خب تو بین این بخش هم باز خانم هایی که سرپرست خانواده بودن یا خانم هایی که در اصل خود سرپرستن یا حالا کسایی که در اصل دغدغه اقتصادی داشتن، حالا همسرانشون یا زندانی بودن یا اعتیاد داشتن یا اینکه باهاشون دارن زندگی میکنن، حالا یا درگیر خشونت خانگی میشن یا موارد این چنینی. ولی اون چه که به هر حال ما برامون مهم بود و ارزشمند این بودش که بتونیم یه همچین فضایی رو برای خانم ها ایجاد بکنیم، بتونن حتی یه جایی کمک خرج خانواده باشن. این فعالیتی بودش که ما در اصل شروعش کردیم و در خدمت شما. مرسی. یعنی در واقع یک پناهگاهی هستش برای خانمایی که میخوان اونجا کار بکنن و برای خونه درآمدزا هستش. ببینید پناهگاه بیشتر خیلی فضای
فیزیکی رو مطرح میکنه. ما نه، ما موضوعمون موضوع اشتغال زایی و توانمندسازی بود و تا قبل از شروع سال 1400 یعنی تا خرداد ماه هم ما فضای فیزیکیمون رو داشتیم و حفظش کردیم. بله اما از اونجایی که به هر حال ما کمک از هیچ کدوم از گروه های دولتی نگرفتیم، یعنی من راستش بخوای اعتقادی برای این قضیه نداشتم و کمکی هم واقعا نمی‌کردن، بیشتر بحث بله کنترل و نظارت بیشتر بود. خب ما دیدیم چه کاری، ما داریم روی یک متدی کار میکنیم به نام کارارزش آفرینی که ماحصل بله واقعا 3-4 سال شبانه روزی کار کردن من و اعضای هیئت مدیره توی به اصطلاح اون مجموعه هستش. و کاری که کردیم این بودش که توی این حوزه شروع به فعالیت کردیم و به قول گفتنی دیدیم که بهترین حالت اینه که تغییرات بدیم درش. ولی تا قبل از این شروع سال 1400 ما به هر حال ساختمان‌هایی رو داشتیم، 2 تا 3 تا طبقه، شاید بیشتر، هم انبار هم امکان در از تولید و آموزش رو از قبل از این شروع کرده بودیم و داشتیمش. ولی بله خب این طولانی مدت امکانش نبود و ما به قول معروف از تایمی که کرونا شروع شد، از اسفند 98 که جدی شد و ما جشن بله به اصطلاح 4 سالگی باور رو که گرفتیم، دیدیم که خب بحث آموزش به خاطر رفت آمدها و کرونا امکان پذیر دیگه نیست. دمه چه خب تولیدات و بحثش رو جدی تر کردیم. حالا در مورد تولیدات هم یه مقدار بگم که اصلا دوستانمون بدونن که باور چه اصلا کار میکرد. باور دقیقاً یکی از ما هم همین رو کردم. بله قربونه تون ارزم به جان. خدمت شما که باور هدفش این بودش که از طریق کارهای هنری یا صنایع دستی در اصل بتونه وارد فضای به اصطلاح خونه های این آدم ها بشه دیگه. یعنی کارگاه ها صرفا نخواد توی خود مجموعه باشه، آدم ها بتونن از حداقل امکاناتشون توی این فضا استفاده بکنن و برخوردار بشن، یا آموزش های خرد و کوچیک بگیرن تو حوزه صنایع دستی و کارهای هنری، یا اینکه خودشون وارد به اصطلاح کار بشن. ما یه سری کارگاه‌های رو راه اندازی کردیم، کارگاه‌های خیاطی و گلدوزی و نمد و بافت و چرم و ارزم به خدمت شما چاپ و نقاشی و اینها در اصل استارت کار باور بود و شروع کار بله باور بود. و خب خیلی سال هم تلاش کردیم اینها رو هم آموزش دادیم، آموزش 0 تا 100. مثلا کارگاه خیاطی نازک دوزی و به اصطلاح ضخیم دوز داشتیم خیلی سال و خب خیلی از خانم ها می اومدن 1 سال مثلا حتی 6 ماه 2 ماه آموزش میدیدن و آروم آروم وارد بحث تولید می شدن. از قبل هم اومدیم یک سری محصولات رو طراحی کردیم که شما هم توی ویدیویی که گذاشته بودین، هم من اینجا اگر بخواین هم من میتونم، البته فکر کنم بچه‌ها آره خیلی خوشحال گذاشتن توی میشیم. آره من تو اینجا هستش، نمیدونم این چجوری ها. اینجاها رو اینا رو اگر که ببینید، اینها محصولات بله باور هستش که ما خودمون ابتدا طراحی کردیم بله و به اصطلاح برای تولید دست آماده کردیم. کار خیاطی و کار گلدوزی و کارهای ببخشید صدای منو جان دارین؟ بفهم الان. بله بفهم. کارهای خیلی حرفه‌ای و به قول معروف خیلی خاص. یه سری کارگاه‌های چاپ و نقاشی داشتیم که روی پارچه دوباره همین شکلی رانر و کوسن گلدوزی میشد، چاپ میشد و آماده میشد. یه سری کارهای این چنینی داشتیم، کارهای نمدوزی بود. اینا اولین محصولاتی بودش که ما توی باور داشتیمش. آره اینا اینا یه سری خیلی قشنگ. عروسک‌های سما هستش. خب خیلی هم برای ما نمادین و به قول معروف زیبا بود اون زمان. و خب این محصولات توسط دوستانمون حالا طراحی شد و آروم آروم آماده شد برای تولید و خانم ها اولین محصولاتی که در اصل آماده داشتن و آماده کردن در اصل برای اینکه بتونن از این طریق درآمدزایی بکنن، همین محصولاتی بودش که الان بهتون نشون دادم. و بله خیلی آروم آروم توی این حوزه که رشد کردن، ما شروع کردیم به گرفتن سفارش از خیلی از شرکت ها، ببخشید خیلی از شرکت ها و سازمان ها برای تهیه لباس های کارشون. از تایمی هم بله که کرونا اضافه شد، ما تولید ماسک رو برای ماست بله داشتیم. بله خانم ها استارت کردیم و طراحی کردیم کار رو.
و به قول معروف شکل جدید گرفت دیگه کسب و کار خانم ها توی باور. خیلی و جالب. خیلی آره خیلی برای به اصطلاح جاهای مختلف برای شرکت های معتبر و خیلی خوب طراحی کردیم، از خیلی از کافه ها مثل کافه لمیز، از خیلی از شرکت ها و سازمان ها مثلا شرکت کومکس، برند های مختلف، ایران رادیاتور، خیلی خیلی از شرکت ها ما براشون هم لباس هم ماسک به اصطلاح لباس کار طراحی کردیم، از تیشرت و شومیز و کلاه و لباس های کاپشن های مردونه و کارهای خلاصه این چنینی دیگه. برای خیلی از کافه ها اپرون و تیشرت و نمیدونم وسایل روی میزهاشون و اینها رو خودمون دیزاین کردیم. حالا من هم به حال رشتم یه مقدار گرایش هنری داره و دوستانی که تو این حوزه داشتیم همگی کمک کردن و ما تونستیم این مسیر رو پیش ببریم. و تا قبل از سال هم خب این مسیر هی رشد کرد. ما هلوش 12-13 تا نیرو پرسنل تونستیم برای اون مجموعه جذب بکنیم و بله به این شکل پیش رفت و خدا رو شکر همت دوستای خوب مثل شما و هم باورامون باعث شدش که ما تعداد بیشتری باورجو، یعنی همون خانم هایی که در اصل تمایل داشتن از این طریق کسب درآمد بکنن و به توانمندی درونی و بیرونی خودشون کمک بکنن، به اصطلاح کار کردیم و به اصطلاح حضور پیدا کردن توی براشون فراهم کردید. و در واقع و اینکه الان باز هم کسایی هستن که بتونن از طریق مثلا هنری وارد جمع باور بشن. حالا شما گفتین جنسیت براتون زیاد مد نظر نیست ولی بیشتر روی خانوما کار میکنیم. ناگزیر بودیم، یعنی ما باید یه قشر رو انتخاب میکردیم و جامعه هدفمون رو محدود میکردیم دیگه که این اتفاق بیفته. بعد خانوم‌ها بر ما تو اولویت. بعد منم دیده بودم که برای مثلا مناسبت‌های خاصم حتی سفارش میگیرید، شم درست میشه و مال نوروز یا روز مادر، شب یلدا، اینا رو من دیده بودم. خیلی زیبا بود که مثلا هر کس که میخواست میتونست فقط از طریق آنلاین سفارش بدن. نه میتونستن. ما یکی از کارهایی که یعنی ما خودمون قصدمون این بودش که اگر باور به اصطلاح داعیه دار بسترسازی برای رشد و توانمندی خانم ها باشه و بحث درآمدزایی و استقلال رو برشون بپرورونه، خود باور هم آروم آروم باید بتونه مستقل بشه. حالا ما تا قبل از سال 1400 خب خیلی تعداد نیروهامون زیاد بود و خب ما اسپانسر به جای گرایشی نداشتیم، وابستگی نداشتیم و هزینه هامون به هر حال کفایت این که بخوایم، یعنی درآمدمون درآمد خود باور از فروش محصولاتش و حمایت حامیامون کفایت به اصطلاح چرخوندن خیلی این هزینه ها رو نمیداد. به هر حال ما تو کرونا و تغییراتی که توی برجام و این داستان ها، بالا رفتن قیمت دلار و اینها داشتیم، همه اینا اثر مستقیمش روی تهیه پارچه و متریال و این داستان ها بود و به ما این امکان رو نمیداد اصلا که ما بخوایم به قول معروف به این شکل مداوم ادامه بدیم. این شد که ما یه سری فیلد های جدید به جز بحث کارهای دستی و کارهای مربوط به دکوراسیون داخلی و بحث لباس های سازمانی رو بخوایم ایجاد بکنیم یا هدایای شرکت ها و هدایای نوروزیشون و اینها، ما شروع کردیم یه بخش پکینگ رو هم در اصل استارتش کردیم دیگه، یعنی بحث پکیجینگ و بحث به اصطلاح اون بسته‌بندی هدایای نوروزی. یعنی خب خیلی از شرکت ها و سازمان ها به ما سفارش میدن و به هر حال ما دخترها و خانم هامون همه هنرمند بودن و ما دیدیم که خب میتونیم خیلی از این طریق هم محصولات خود خانم ها هم یه سری چیزها رو از بیرون تهیه بکنیم، اسمبل کنیم و اینو یه پک بکنیم برای اینکه اینطوری هم باز به گرفتن مشتری برای به اصطلاح درآمدزایی خانم ها کمک بشه داشته باشیم. و بله برای ایام مختلف مثل نوروز، مثل یلدا، مثل شروع مدارس یا اینها در اصل ما هدایه داریم و ما یکی از پرکارترین تایمای کاری باور تو 4 ماه 5 ماه آخر سال هستش برای گرفتن سفارش پکینگ و این داستان ها. خیلی از کارهایی که خانم ها میکردن عملا اضافه شد. ما قبل همه رو میگفتیم تو خود باور تولید بکنن، بعد آروم آروم به این نتیجه رسیدیم که چقدر جالب باور میتونه یک درگاهی باشه برای خانم هایی که خودشون یه پتانسیلی دارن ولی باور بتونه به فروششون کمک بکنه.
هنوز روی این موضوع 100% که اصلا نیستیم، ولی تازه این مسیر رو هم شروع کردیم و مثلا تولید شمع، تولید صابون‌های گیاهی، تولید یا به اصطلاح بسته‌بندی و پکینگ کلی دمنوش و چای و آجیل و شیرینی و میوه خشک و این داستان‌ها در اصل به کار ما اضافه شد و تونستیم خب تو این بخش هم خیلی کارهای خوشگل و هنری بچه‌ها بکنن و کارهای شیکی بشه که بتونن شرکت و سازمان ها هم توی با عنوان هدایای نوروزیشون هم با عنوان هدایای تبلیغاتیشون بخوان بهش در اصل بپردازن و از باور خرید. خیلی جالب. الان اگر دوستان بخوان با مؤسسه در ارتباط باشن چجوری میتونن؟ عرضم به خدمت شما، ما شکل کاری باور رو از ابتدای سال 1400 شروع کردیم به تغییر دادن. یکی بحث افزایش حقوق و بحث بیمه و این داستان ها بود که خب ما دیدیم واقعا به تنهایی دیگه از پسش بر نمیایم و این خودش یه دریچه نو باز کرد برای اینکه خیلی از خانم ها بتونن اتفاقا مستقل باشن، چون بعد از یه مدت که مجموعه هست و این امکان رو در اختیار قرار میده برای کسب درآمد، ممکنه ایجاد وابستگی بکنه و اونها تمایلی به اینکه خودشون کارگاه‌های خودشون رو راه اندازی بکنن نداشته باشن. انگار یه فاز جدیدی با افزایش قیمت‌ها ایجاد شد که ما از قبل پیش بینیش می‌کردیم، ولی اینکه بخوایم کی بریم داخلش رو نمیدونستیم و این شد که به قول معروف کارگاه‌های باور رو منتقل کردیم به منازل این خانم‌ها و از خیلی از خانم‌هایی هم که داشتن کار می‌کردن حالا میتونیم دعوت بکنیم که شما میتونید با عنوان باورجو، با عنوان کسایی که با عنوان تولید کننده هستید، میتونید توی باور با عنوان باورجو فعالیت داشته باشید و ما مطابق با تولیدات شما بتونیم جذب سفارش کنیم. تو برنامه آیندهمون تو چند ماه آینده هستش که جذب نیروی جدید بکنیم برای این بخش و محصولاتی که خانم ها خودشون میتونن تولید بکنن یا باور دارد و اونها میتوانن به این تولید ادامه بدن رو دوباره معرفی بکنیم، پروموت بکنیم، مثلا خودشون طراحی محصول بکنن و ما بتونیم توی پیج باور اینها رو معرفی بکنیم. خیلی خوب. بله. کسایی هم هستن که خب ما قبل از این به خاطر اینکه کار داوطلبانه که ما به داوطلبینمون در اصل و به حامیامون میگفتیم هم باور مثل شما، بله. اعلاممون این بودش که خب خیلی سخته کار داوطلبانه گرفتن توی کاری که مربوط به بیزنس و اشتغاله. خب ما خودمون که به اصطلاح کسب درآمد نداشتیم این حوزه، هر کدوم شغل خودمون رو داشتیم و باور یک مجموعه انجوییه، ولی خب قصدمون این بودش که خودش بتونه کسب درآمد بکنه. اتفاقی که افتاد این بودش که توی این مسیر ما متوجه این شدیم که خیلی از این اتفاقا میتونه شکل بگیره، خیلی از آدما میتونن حالا بیان با عنوان داوطلب با ما همکاری بکنن. کار عکاسی داریم، کار تولید داریم، معرفی خود باور رو داریم که شاید واقعا این که بهترین کار همین جسارتی که شما دارین. من میبینم الان حدود 12 نفره، ولی خودم اگر بودم شاید این کار رو نمیکردم. من که میگفتم تعداد کمه، اینقدر شما ماهید و نازنینین که یکی از بهترین کارا رو کردیم به نظر من. همین تعداد آدمی که هستن 5 نفرشون هم به باور اضافه بشه و این معرفی رو تداوم ببخشن، به نظر من فوق العاده است و باور رو گوششون داشته باشن. درسته. و این که من الان سوالا رو خوب نمیبینم به خاطر اینکه اینقدر آفتاختم روی اصلا کسی سوالی من نمیبینم پرسیده باشه. یکی از بچه‌ها در مورد تامین هزینه ها فکر کنم سوال کردن که فکر کنم در توضیحات شما بوده. متوجه نشدم. آره یکی از بچه‌ها خانم زهرا زمانی سوال کردن در مورد تامین بودجه و ما که از کدوم اسپانسری نداشتیم و خودمون همینجاست. الان من پیاما رو آوردم پایین. شما میبینید پیامو؟ من پیامو قبل رو دارم میبینم، الان پیام جدیدی کسی نمیذاره. اگه بیارید از پایین پیاما رو من نمیبینم متاسفانه. خانم زهرا زمانی گفتن که تا اونجایی که منم نوشتم و الانم خودکارم افتاده نوشته بودن، گفته بودن در مورد چجوری تامین میشه، مثلا درآمد این مؤسسه از کجا تامین میشه. که شما خیلی صادقانش اینه که
ما یه تعداد خیلی کم بودیم، یه 3-4 تا از اعضای هیئت مدیره و هیئت امناش زحمت میکشیدن تا قبل از سال نو و خود من به قدری که در توانم بود، من خودم یه دختر خود سرپرستم و منم بیشتر 19 سالی که خودم تنها زندگی میکنم بعد از فوت مادرم و جدا شدنم از پدرم، اینه که مسئولیت 0 تا 100 زندگی خودم هم به عهده خودمه و خب کار من تو حوزه معماری و طراحی و اجرا و نظارت پروژه‌های ساختمانی هستش و شرکتم شرکت کوچیکه و خودم هم در حال به اصطلاح مدام کار کردنم و واقعا هزینه‌های باور انقدری بودش که من دیگه توش 1 سال و نیم 2 سال اخیر بخش عمده از این هزینه‌ها رو خودم می‌کردم. ولی از یه جایی به بعد متوجه شدیم که خیلی این بحث کرونا یه بخش جالبی رو باز کرد و اون هم این بودش که ما متوجه شدیم چقدر به شکل آنلاین میتونیم کار بکنیم و چقدر نیاز نیست این همه فضا و شاید بهتر باشه که کارگاه ها منتقل بشه به خونه خود خانم ها به جای اینکه ما کارگاه براشون آماده بکنیم برای اینا. و خب خیلی مواقع خالی می بود تو ایام کرونا چون قرنطینه ها بود، بسته میشد، آدما کرونا میشدن، بعد میگفتیم نه یا کلی آدم اینجوری داستان میشه و کل هزینه تامین و نگهداری و هزینه نیرو و منابع انسانی و اینها به ما تحمیل میکرد. و خلاصه این چنین شد که ما به قول معروف دیگه از یه جای به بعد تصمیم گرفتیم که این رو چابکش بکنیم و این یک به اصطلاح فرصت شد به نظرم برای اینکه خیلی از خانم ها مشارکت بیشتر داشته باشن. ما خدمات مربوط به حوزه روانشناختی و روانشناسیمون رو هم آنلاین میدادیم توی 1 سال خورده ای اخیر، پس دیدیم دیگه ممانعتی ایجاد نمیکنه. آموزش هامون هم آموزش های خرد بود. الان مثلا نفری اگر کسی ندونه خیاطی، گلدوزی، نمدوزی، باف، کار چرم مثلا میتونن یکی از بچه‌ها خیلی اینا همه رو میشه آنلاین هماهنگ کرد. یه روز بیان تو شرکت من، یه روز بیان تو خود مجموعه مثلا کاری انجام بدن، آموزش بدن، تو خونه هاشون حتی میتونن این کار رو بکنن. اینه که الان آدم‌هایی که نیاز به کار دارن ما به قدر توان، ما بیشترین چیزی که نیاز داشتیم این بودش که بتونیم جذب سفارش بکنیم، چون تا زمانی که ما سفارش برای تولید نداشته باشیم عملا انگار کارمون بی‌معنا میشه، کارمون بی‌محتوا میشه. و اینه که خواهشم واقعا اینه که تداوم بدن کسایی که ما رو میبینن و اسم باور رو میشنون. قصد باور فرهنگ سازی بود از روز اول. شاید هدفش این بودش که خانم ها توانمند بشن برای اینکه ما کشور بهتری داشته باشیم. بچه هایی که این مادرها بزرگ میکنن از ابتدا با عزت نفس مادرشون رشد بکنن. یه مادری که مستقله، یه مادری که کار میکنه، یه زنی که میتونه از خودش مراقبت بکنه، یه زنی که به حق و حقوقش آشناست، یه زنی که بلد میشه فرق بین احتیاج و نیازمندی رو که کدومش از جای به اصطلاح قدرته و کدومش از جای ضعفه. ضعف که ایرادی نداره، منظورم اینه که وقتی میگیم احتیاج بیشتر یه جنسی از وابستگی و آویزون بودن هستش. تو خیلی از خانم ها میبینیم خیلی ها نمیتونن با همسرشون، نمیتونن با بچه هاشون، نمیتونن با خانوادهشون حرف بزنن چون لحاظ روحی و روانی این فضا رو ندارن برای خودشون. و واقعا بحث استقلال مالی یکی از مؤثرترین راههایی بوده که خانم ها بتونن در مورد عزت نفسشون، در مورد توانمندی‌های خودشون به اصطلاح آگاه بشن و از این طریق بتونن زندگی مؤثرتری داشته باشن دیگه. کار باور وقتی میگیم توانمندسازی یعنی درآمدزایی صرفا نه، یعنی که یاد بگیرن کجا باید انعطاف پذیر باشن، کجا دارن شغلشون رو حتی از دست میدن به خاطر اینکه بلد نیستن چطوری گفتگو کنن، چطور به اصطلاح ارتباطشون رو مراقبت بکنن. خیلی جاها نمیفهمن چرا اضطراب دارن به خاطر اینکه به تنشون و به اون به اصطلاح اون خودی که نیاز به مراقبت داره آگاه نیستن. باور یه دریچه بود و باور یه دریچه است برای آدم ها برای اینکه بتونن از یه جای بهتر به زندگی هاشون نگاه بکنن، از زاویه های دیگری به زندگی نگاه بکنن. نه خیلی پرحرفی کردم. دقیقا ببینید هم به نظر من همین کرونا باعث شد که خیلیا علاوه بر این که قدر سلامتشون رو میتونن خیلی بهتر قدر وقتشون رو بدونن. اون زمانی که ما مثلا طی میکنیم بریم یه جای آموزش ببینیم، رفت و آمد نهایتش شاید 2-3 ساعت وقت ببره
با یک وسیله‌ای بریم و بیایم یک زمانی، ولی وقتی که میتونیم اونو یا آنلاین یاد بگیریم یا به کسی یاد بدیم، توی زمان خیلی صرفه جویی میشه. و اینکه الان اونجوری که شما میگید این خانمایی که سرپرست خانوارن در واقع خودشون تنها هستن و هم باید بچه ها رو حمایت بکنن و پرورش بدن و هم کار بکنن. کسی که به خصوص خانمای ایرانی، من فکر کنم جز خانمایی هستن که وقتی که میرن سر کار همش حواسشون پیش خونه است، پیش بچه است و اینکه کسی نیست بچه رو نگه داره. ولی زمانی که تو خونه کار میکنن اون زمان برای خودشونه و خودشون میتونن اون زمان رو مدیریت کنن. حالا میتونن صبح زود پاشن یه روز کارشون رو انجام بدن بذارن کنار. همون موقعی که مثلا من هم یک دوره لباسای محلی میدوختم برای همون دوستی که باهاشون کار میکردم، مثلا دامن رشتی میدوختم، مثلا 6 صبح پا میشدم کارمو میکردم، چون باز هم اون موقع تابستون بود و همین شرایط که برقط میشد و اینکه میتونستم خودم مدیریت کنم. و اینکه به نظر من حمایت خیلی مهمه و اون چیزیه که کشورهای دیگر رو من فکر میکنم خیلی توانمندتر کرده، این حمایت هستش. حتی ما اوایلش یک مهمانی و یک پارتی دعوت شده بودیم، من کوتاه بگم که تاشن پارتی بود. تاشن اینجا مثلا کیف دستیره و ما وقتی که رفتیم نمیدونستیم اصلا برای چی هستش این. اگه پارتیه پس چرا کیفه، اگه کیفه پس چرا پارتیه. که بعد رفتیم اونجا دیدیم بله میز گذاشتن و 2 نفر که اون در واقع کیفا رو درست کرده بودن از پارچه توضیح میدادن و قیمت ها هم همه نگاه میکردن. بعد دوباره نشستیم یه فیلم گذاشتن که این فیلم برای مناطقی بود که محروم بودن، خانمای سرپرست خانوار بودن که این کیفا رو میدوختن و این هزینه برای اونا میرفت. یعنی من میگم وقتی فیلم تموم شد همه کیف خریدن، یعنی انقدر این فروش کیف رفت بالا. یعنی با همون دیدن فیلم، من الان کیفشم دارم، حالا شاید بعدش استوری کردم، میگم انقدر تاثیرگذار بود که معرفی شدن که این کیفا رو کی میدوزه. چون شما مثلا یک کیفی رو معلومه که مثلا یه نفر دوخته اینو، ولی چه کسی میدوزه و چقدر مثلا این درآمد تو زندگیش مهمه. خب خیلی ها دوست دارن اونو داشته باشن اون کیفو یا به یکی هدیه بدن. الان مؤسسه شما هم همینجوریه، وقتی که مثلا یک شمعی درست میشه، این شمع آدم جاهای دیگر میتونه تهیه کنه ببینه، ولی وقتی که یک مؤسسه، یک شخصی که این کار رو داره انجام میده با عشق و علاقه و به نظر من آدم میتونه اونو بخره و ازشون و یا اینکه به یه شخصی هم هدیه بده، خیلی قشنگ‌تره. حالا حرفم طولانی شد، بفرمایید شما اگر صحبتی هست بفرمایید. پس فکر کنم که همین که بچه ها، من این در واقع میشه گفت شما تو مشغله کاریتون و اینکه کاریتون کسالت دارن و امیدوارم که حالشون بهتر بشه و مردم واقعا از این کرونا نجات پیدا کنم. اگر نکته‌ای، صحبتی، چیزی مثلا دوست دارید گفته بشه، با الانم یه تعدادمون تا 15 تا رفت الان 10. اگر دوست داشته باشین چیزی مثلا گفته بشه، یک حمایتی، یک حالا پیشنهادی بدید، یا مثلا عزیزایی که طراحی بلدن بیان با شما مثلا اینم بدید ممنون میشم. باور الان جاییه که نیاز داره به نیروهای داوطلب، به خانم‌هایی که کار داوطلبانه حضوری میتونن بکنن یا میتونن مجازی، نمیدونم در قالب شاید حتی یه تیم بشن، یه گروه بشن و باور رو به شکل منظم معرفی بکنن، خودش رو، محصولاتش رو، محتواش رو در اصل. بله. عرضم به خدمتتون که باور واقعا قصد قاییش، من در مورد هدفش گفتم قصدش فراموشم شد بگم، قصد قاییش بازآفرینی فرهنگ با هم بودن. واقعا این جمله که میگه این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود، کشور ما پر از آسیبه و پر از احساس تنهایی. من
خیلی عجیب غریبه. به هر حال دایره ارتباطات من تو جامعه بسیار گسترده است و چند روز پیش با یه نپی آشنا شدم در مورد یه موضوعی که حالا نمیخوام خیلی در موردش حرف بزنم، به پیشنهاد مشاورم هم بود. انقدر من آدمای عجیب غریب دارم میبینم توی این فضا که فکر میکنم درد همه اینها یک پارچه تنهاییه و دور از هم بودنه. خیلی احساس بی‌اعتمادی، خیلی احساس ناامیدی از اینکه آدما انسانوار و متعهدانه به هم با هم زندگی بکنن، با هم برخورد بکنن. انقدر این کم رنگه و واقعا یعنی دلم آتیش میگیره، از هم برای خودم هم برای همه آدمایی که دارن تو این کشور زندگی میکنن. درست. من نمیگم جای دیگه گل و بلبل، اصلا همچین حرفی رو نمیزنم، ولی این فکر میکنم درد جهانه. درد اینه که ما جزایری هستیم که یک پارچگی نداریم، متحدالمرکز نیستیم، از هم پاشیده ایم. این تو کشور ما و تو شهر ما و تو خانواده هامون حتی هست. کم خانواده هایی که بخوانیم باشن. این به نظر من تو بحث درون فردی خیلی از ماها هست. به خاطر همین شاید باور فقط این باشه که اتفاقا الباقی باورهامون رو یه الکی بکنیم، ویجینش بکنیم، یه دستی بهش بکشیم، شاید نیاز به تغییر داشته باشه و اینو یادمون بیاره که اگر قراره که زندگی بهتری من داشته باشم، لازمه که پیرامونم هم زندگی بهتر و موثرتری داشته باشه. و همچنان باز به این معتقدم این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود. ما نیاز به هم داریم و لازم داریم که از هم مراقبت بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم و این خود دایرش وسیع‌تره و به دیگری میرسه. در نتیجه اگر از دیگران مراقبت نکنی انگار که از خودت هم مراقبت نمی‌کنی. باور واقعا هدف قاییش همینه. خیلی جالب، خیلی عالی. دقیقا همینجوره، چون به هر کس میرسیم اگر یک پیشنهادی داده بشه در یک زمینه‌ای، حالا چه فعالیت کنه چه حمایت کنه، میگه مثلا اینقدر خودم گرفتارم، اینقدر اینو دارم که نمیرسم. در صورتی که به نظر من همه همین مشکلات رو دارن. حالا هیچ فرقی نمیکنه چه کسایی که تو ایرانن چه کسایی که خارج از ایرانن، به هر حال ریشه‌شون توی ایرانه، عزیزانشون، خانواده هاشون تو ایرانه. همونجوری که شما اونجا ناراحت میشید به خاطر اون شرایط، ماهایی هم که اینجا هستیم ناراحتیم و سعی میکنیم که بتونیم کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم، هرچند کوتاه و کوچک. فوق‌العاده است به نظر من. این کار شما رو واقعا ستایش کردم. لطفاً. خیلی از پیگیریتون، خیلی از نگاهتون، از عشقتون نسبت به این کار واقعا تمام قد سپاسگزارم، ممنونم. اگر کمکاری هم از طرف بچه‌های باور دیدین یا ما دیدین یا من دیدیم، بذارید رو حساب این که خیلی شلوغیم، در هر حال خیلی از نیروهامون رو تعدیل کردیم و خیلی از کارا خودانگیخته توسط خودمون انجام بشه تا دوباره جذب نیرو داشته باشیم. ضمن اینکه ما یک نیروی ثابت هم الان نیاز داریم برای باور. اگر که کسی تو اینجا آشنایی داره، کسی رو داره، ما خوشحال میشیم که معرفی بکنه. ترجیح هم یک دختر جوان هستش تو فضای کاریمون که باشه کنارم و بتونیم ان شاءالله کار رو با هم دیگه پیش ببریم. و اعلام میکنم ما خیلی نیاز به آدمای داوطلب داریم، هم حضوری هم مجازی. خیلی هم خوب. فقط اینکه این دختر خانم جوان مثلا سنش مهمه یا فعالیت بدنیشون؟ من نه فعالیت فیزیکی خیلی نداریم. منظورم اینه که ترجیح همین هستش که خود دختر خانم هم تمایل به رشد و توانمندی داشته باشه و به هر حال بتونه با تجربه‌ای که ماها داریم آروم آرومون هم رشد بکنه، ما هم در کنارش کلی تجربیات جدید بکنیم و به هر حال ترجیح من این هستش که نیروهامون بیشتر خانم‌ها باشن. باز میگم به خدا نگاه جنسیتی نیست، اینه که ما به هر حال خانمی فضای من هم بیشتر خانمان هم توی شرکت هم فضای باور. به هر حال خانم که باشیم راحت تریم من لحاظ رفت آمدی، شاید بودنمون کنار هم دیگه، هرچند که بودن آقایون هم مزه خاص خودش رو به زندگی زنانه ماها میده، ولی خب برای کار کردن ترجیحمون اینه. بازم اوکی، حالا ممکنه اگه دوستان آقایی هم یا آقا پسری هم دارن که بتونم معرفی بکنم، من خوشحال میشم. درسته. اگر مثلا فعالیت خاصی یا مهارت خاصی بخوان که نیست؟ نه، بیشتر موضوع یعنی برای بخش اداری و پیگیری و برای بخش به اصطلاح مسئولیت‌های اجرایی میخوام کار بکنه. بیشتر اینه که آدم مسئولیت پذیر و جویا و پویا باشه
و بتونه کارا رو هندل بکنه، آموزش دیدنش، یعنی خودش تمایل داشته باشه به آموزش پذیر باشه. و بعد یه سوال نه بفهم. الان یه سوال که این مؤسسه باور فقط الان در حال حاضر تهرانه؟ بله 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 درسته. خیلی مثلا دوست داشتیم جای دیگه باشه ولی نشد. شعبه داشته باشه؟ مثلا هست توی شهرستان ها مثلا اون خانومی که مثلا شما میخواین فعال باشه بخواد مثلا توی رشت این فعالیت رو بکنه؟ ببینید ما داشتیم و داریم هنوز گروه های از خانم ها رو که اونجا هم هستن، اما مثلا اینکه ثبت رسمی و اینها نشده. ما مثلا اینکه ثبت رسمی نشده و بله. ما هم، یعنی من باید توانه این رو داشته باشم. من واقعا خیلی دست تنها توی باور، خیلی زمانها دست تنها، مخصوصا تو این چند ماه قبلا. خب خیلی تعداد بچه‌هامون هم بیشتر بود چون کارمون هم حضوری تر بود و کارگاه ها برقرار بود، یه مقدار راحت تر بود، یه چیزایش جنبه‌هاش هم سخته. ولی خب الان اگر که امکانش رو دارن کسی تو شهرستان هم هستن، ما خوشحال میشیم، استقبال میکنیم. ولی تهران همچنان برقراره و من هم خودم در خدمت هستم. مهم بحث سفارششه. ما از کانادا سفارش داشتیم، از سوئیس، اتریش، دبی، ترکیه سفارش داشتیم. خیلی از دوستانی که تو شهرهای مختلف هستن میتونن به باور سفارش هم بدن، حالا گذشته از اینکه بتونن به خانم ها توی همون فضا هم کمک بکنن برای جذب کار و جذب خودش. درسته. پس شما در واقع میشه گفتش که یه جوری برای خارج از کشورم میتونید این کارتون رو توسعه بدید و دادید. بله بله بله. خیلی از دوستان من خارج از ایران خودشون به باور سفارش دادن لباسای شرکتاشون رو. یه مقدار حمل و نقل سخت بود ولی اونها تدابیری اندیشیدن که بتونن این کار رو کامل انجام بدن. دقیقاً. پس خیلی خوبه اگر من کاری میتونم از پسم بر بیاد انجام بدم، من در خدمت هستم. حالا برای این قسمتی که فعلا تو اون شهرهایی که گفتید و کشورهایی که گفتید نبود، به هر حال منم میتونم این توانایی و انرژی رو دارم و اینکه دقیقا همین، و اینکه منم خیلی خوشحالم که بچه ها این رو من سیو میکنم حتما که بچه ها ببینن. و حالا درسته که شاید بازدید کم باشه ولی من احساس میکنم که همون یک نفر، همون دو نفری که بیاد اینجا بخواد حالا دلش با باور بیاد یا مثلا بخواد این کار رو انجام بده، از 100 نفر که بخواد این رو ببینه برای ارزشش بیشتره. و اینکه خیلی من ازتون ممنونم که با این تعداد کم قبول کردید که بیاین و این لایو رو داشته باشید توی این کمبود وقتتون. من یکی مرد جنگی به 100,000 شما هم مرد جنگی، انسانای جنگی. بله خیلی خوشحال شدم. باز اگر بچه ها سوالی داشتن، مثلا خیلی از دوستان به هم پیام دادن که یادآوری کن بهمون. من گفتم خب من تو ذهنم نمیمونه الان کی میخواد مؤسسه باور رو ببینه. برای همین من گفتم که سیو شدهش رو من میذارم. یه زحمت بکشین، شماره تماس من و شماره دفاتر باور رو هم میتونید بذارید پایین چیزتون. من شماره موبایلم هم اوکیه، یعنی هر کدوم از دوستان بخوان داوطلب باشن 912 383 6460 شماره تماس من هستش. پیج باورم که منشن کردین دیگه، باور.شاه. بله بله بله. من همه رو اطلاعاتی که بخوام بچه ها با شما کنتاکت داشته باشن اون زیر می نویسم. باز عزیزایی که از من سوال داشته باشم میگم اینو ببینن و من این لایو رو براتون سیو میکنم میفرستم. مرسی ازتون، خیلی محبت کردیم میمنت جان. اختیار داری، قربان شما، خیلی ممنون. و اینکه براتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. مرسی ازتون، میبوسم رو شما. قربان شما بودم. خیلی خوشحال شدم. مرسی ممنون. قربان شما. بچه ها اینم صحبت ما بود با سارا جون در مورد مؤسسه باور. من شرمندم ازتون که توی زاویه‌ای نشستم که الان آفتاب اومده و من
پیام ها رو نمیبینم. تا جایی که میتونم برام دستگون بدید دستگون میدم. مرسی از عزیزایی که اومدن و اینکه چهارشنبه رو از دست ندید لایوش رو با خانم کفاش زاده در زمینه قصه. روز پنجشنبه هم که لایو نقاشی داریم. با آرزوی موفقیت، دل خوش براتون. خدا نگهدار.